дар ин гулгашту боғҳои зебо сайр бояд кард, аммо партови худро дар ҷӯйборҳо ва роҳҳо набояд партофт. شما ببینید که دانه‌های آفتابپرست رو همینجا نشسته خوردن و با همین قطعه پرتابی که هست تقریبا در 2 متر جای مسافت جایگیر است، ولی ببینید که خورده و در همین زمین پرتافتن که این رو اکنون شام در میان این سفال یا سنگ هایی که چیندن با یک دشواری باید راهروان عزیز ما اینها را با عذاب جمع کنند. ما کوشش میکنیم که این دانه های آفتابپرست را جمع کنیم تا که همون نفری که شام همین منطقه را توزیع میکند برای او کمی کار سبک شود. دوستان عزیز، برخالقه ما هم این نوبت در یک مدت کوتاه پر شد. از شما یک خواهش میکنم هنگام سیر و گشت چنین چیزها را در جویبارها و راههای جایهای استراحتی نپرتید. تا برنامه دیگر خیر.